حجم کلاژن های بدن یک خانم در مقایسه با یک آقای همسن خودش حدود 12 سال کمتره. این مسئله زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکنه که خانم ها در حوالی دوران یائسگی قرار میگیرن، دورانی که بعد از قطع هورمون استروژن و از کار افتادن تخمدان ها میتونه بدترین اثر رو روی پوست فرد ظاهر کنه. به همین دلیل دو دسته مراقبت مهم برای این افراد توصیه میشه. مراقبت هایی که باید خودشون در منزل انجام بدن، مثل استفاده از کرم های مناسب، کرم هایی که حاوی ویتامین C، ترکیباتی مانند AHA و ترکیبات رتینول و جوانسازهای سطحی دارند و همچنین یک سری کارها که به صورت مراقبت های قوی در مطب توسط پزشکان صورت میگیره. این کارها شامل کارهای لیزری و استفاده از تزریقات مواد جوانساز هست. تزریقاتی که حاوی کلاژن های مخصوص هستند، پپتاید های مخصوص، اسید هیالورونیک های مناسب و در قالب مزوژل ها در بازار وجود دارند که ما بر اساس نیاز شما براتون تعیین می‌کنیم که کدوم اینا براتون مناسب هستش. با استفاده از این محصولات هم به صورت هوم کیر و همینطور در مطب میتونیم نتیجه بگیریم که یه مقدار پوست اون روند شکست کلاژناش کاهش پیدا کرده و فرایند پیری به تعویق میفته.